بالای قلعه ایثار از جایی که پادشاه نشین میگن همونجا. اینجا پادشاه نشین بود. دوم تپش خدمتگار نشین و سیومش باشد سرباز نشین بود. یعنی شهر برای تماشا کردین دیدین؟ سلام علیکم. مراجعه سریوز نی؟ سلام و درودی به پایان به کل هموطنان، به کل فارس‌زبانان روی دنیا. عین حال عجب جای زیبایی قلعه حصار، بریم داخلش رو ببینیم. تمدن چند هزار ساله. به به. تمدن 3000 ساله رو می‌بینیم. خیلی در قلعه دیده ایستادیم که تمامی خارجی‌ها، ممکن که اینا از ژاپن باشن یا از خیتای باشن، درستی نمیدونم. خیتای ژاپن اینجا باشن. این علی هم برادر ما هم ایرانی هم فارزبان ما هم برابر گرفته است. این پرچم اونجا بسیار جای با صفا. الحمدلله. هم جایی که هست همش از بنوار میگیریم. انا دوستان عزیز آمدیم قلعه ایثار. هر از ما جان خیر بازی گام نیست. انا آمدیم نزدیک چناری. این چنار چند ساله؟ 700 ساله. چند؟ 700 ساله. این چنار که کلیچکاش 700 ساله. این خیلی شدی. این 730 سال شد، چند سال شد اینمی. اینا ببینید که چند کلان های. اینا اینو ببینید. دیدین نه؟ درجه خیلی نیه. اینو ببین. چند کلان های. این شوخی نیست. اینو ببین. رزبان کجا شدی؟ نه گیرگیر اینم چنار بازی کردم میگردم. اینو دیدین بچه‌ها. چناری 700 مگا کوب بیشکسته سری چناری 700 ساله. انمی چناری 700 ساله. دوست عزیز می‌داریم قلعه ایثار. خودی ژاپنیا باشن، خیتای باشن، دوست عزیزی ما، برادر قدردانی ما در همینجا هست. سلام علیکم. خوب هستید؟ اینجا کار خوبه. آقای علی یعنی برادری ما تمام چیزا که میدونه اینمی میپرسی، همه چی رو توضیح میده. خدمت این قلعه 3000 ساله. بعد اون بنای روبرو خدمتش 500 سال تاریخ. نشونده بنیاد شده است. مدرسه طولانی دارد. یکی از بناهای شهر ایثار توی اطراف قلعه ایثار. گفتم اون معماری فرق با این یک زمان نیست. بله پایان‌تر باشد. قسمی پشتش بیرشون ندارد. مدرسه دارد. درسته. منصوب به قرن 17. کمی پایان‌تر بود یک مقبره داریم. قرن‌های 10 مسجد داریم. در واقع اساسی باشد 500 سال تاریخ دارد. اسمی بالای بازسازی شده. خود قلعه 3 تپه دارد. بلندترین جایش حاکم نشین بود. دوم تپه‌اش خدمتگار نشین و سیومش باشد سرباز نشین بود. یعنی شهر در اطراف قلعه بود و با دیوار احاطه شده بود. درازی دیوار 10 کیلومتر، بلندی 8 تا همراه یکی از شهرهای شهرهای بزرگ ابریشم. سلام علیکم. مهمان خدشوناست زنده باش. سلام علیکم. عروس هستن. یکی از شهرهای باختری قدیم، یعنی واده حصار یک قسم شمالی باختری قدیم میشه و باختری ها در این شهر بنیاد کردن. درست گفتم. هزار رحمت دوست عزیزم. ان شاء الله که میدونیم یاد اطلاعات دارم. زنده باش. ان شاء الله درود میدونیم. یک جای میدونیم خیلی همه جاشو دیده گیم برادر. خلاصه تماشا کردم آمدیم اینجا در سک جور شد با ما. گوت شد با ما. تماشا کردیم دیدیم.
سلام علیکم. مراجعه سریوزی؟ رحمت رحمت. نکمت اصلا. تینج. او نداری نه؟ او درون مغازه. چه جای اصوری شه؟ کم ترک همون گرمایی. گرم است جان. اینا دوستان عزیز از بالای قلعه ایثار از جایی که پادشاه نشین میگن همونجا. اینجا پادشاه نشین. این قلعه پادشاه. این بالا پادشاه میبرونه نگاه میکنه. این بالا. ما در اینجا گمان نمیکنیم که فقط تاجیک‌ها و مقصد ایرانی‌ها بیان. در اینجا تمام ملت میآیند. اینا امریکان‌ها می‌سوزوندن اینجا. همه ملت هست. همه چی میره تماشا. اینا اینجا میره تماشا. در قلعه ایثار آقای دوستم علی جان اینجا میمونه. خب دوستان عزیز آمدیم قلعه ایثار رو دیدن کردیم. در اینجا تخت پادشاه نشین و اینا که دیدین همه را یک جای تاریخی وطن رو تماشا میکنیم سرجم. جایی که رفتیم با برای شما برنامه رو میگیریم پیشکش میکنیم. قلعه ایثار من خیال میکنم که با مردمی سربند تاجیک آشنای و خواستیم که یک بار دیگه با گوش رس کنم. قلعه ایثار 3000 سال